سلام. اگه همیشه خسته یا سردرد داری، اگه افزایش وزن پیدا کردی، اگه پوست بدنت خشک شده و دچار یبوست شدی، شما به احتمال زیاد دچار کمکاری تیروئید شده. حالا کمکاری تیروئید اصلا چی هست؟ زمانی که غده در واقع تیروئید در جلوی گردن قرار داره، شروع به کاهش ترشح هورمون‌های خودش بکنه، شما دچار کمکاری تیروئید شده. هورمون‌های تیروئیدی نقش اصلی توی تنظیم سوخت و ساز بدن ما دارن. خب حالا کیا بیشتر مبتلا میشن به در واقع کمکاری تیروئید؟ یک، افرادی که سابقه خانوادگی داشته باشن. دو، خانم‌ها بیشتر از آقایون درگیر هستن. سه، افرادی که بالای 60 سال هستن و کسایی که دچار بیماری‌های خود ایمن به خصوص دیابت نوع 1 هستن. حالا چه غذایی رو نباید استفاده کنه؟ سبزیجاتی مثل کلم، گل کلم، کلم پیچ، کلم بروکلی، اینا چون که جذب یودا در واقع در بدن مختل میکنن، پس بهتره که مصرفش رو محدود کنید. همچنین غذای فراوری شده مثل کنسروا، چون که در داخلشون از در واقع نمک‌های غیر یوددار استفاده شده، بهتره که مصرفش رو محدود کنید. به جاش بهتره که از نمک‌های یوددار یا غذاهای دریایی یا سلنیوم که مرکز و منبع خوب سلنیوم تخم مرغ ماهی هستن استفاده کنه. مکمل‌های مثل مکمل‌های ویتامین دی، زینک و امگا 3 میتونه کمک کننده باشه. البته لازم به ذکره که من تمام اینا رو به شما گفتم که شما در درجه اول اگه این علائم داشتی به یه متخصص خوب مراجعه کنی و بعد از دستور پزشک و مطمئن شدن از اون این کارا رو انجام میده. بله، حالا اگه دوست داشتی این پستا لایکش کن، شیرش کن، سیوش کن، بفرست برای کسی که سلامتیش برات حائز اهمیت.